مسئله دوم میفرماید من تحرم امامته، بر کی امامتی شدن حرام است. بر یک چند گروه، بر یک چند نفرانی هست که برای آنها قطعا جایز نیست که امام شوند و امامتی را به عهده بگیرند و امام شدن در حالتهای زیرین حرام است. امامتی کردن زن به مردان قطعا درست نیست بلکه حرام است، با دلیل فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم لن یفلح قوم ولو امرهم امرأه، هیچ قومی که کارهایشان را به زن می سپارند نجات نمییابند. روایت بخاری تحت رقم 4425. پس نمیتواند زن امامتی مردان شود. و همچنین اصل شریعت این است که زن در قطار آخر قرار بگیرد، در قطار آخر بایستد برای حفظ و پوشش. اگر زن پیش ایستد و امامتی را به عهده بگیرد، این مخالفت آن اصل شریعت است، چون در آن فتنه ها و انگیزه های زیاد قرار میگیرد. این اول. دوم، امام کردن شخصی که امام شدن شخصی که در حالت حدث به وضوئی قرار دارد یا اینکه در بدن اون نجاست قرار دارد، در حالی که باز این رو میداند، برای قطعا امامتی کردن جایز نیست. اگر مأمومان، کسانی که از پشت امام نماز میخوانند، این رو ندانند، سپس برایشان معلوم بگردد امام بی طهارت بود یا اینکه در بدن امام نجاست بود، نماز آنها درست میگردد. و همچنین امام کردن امی، یعنی کسی که سوره فاتحه را درست خوانده نمیتواند یا اینکه سوره فاتحه را از یاد نمیداند، در خواندن سوره فاتحه مشکلی دارد یا حرف ها را درست نمیخواند، ادغام میکند یا حرفی را با حرف دیگر عوض میکند یا لفظی سوره فاتحه را چنان خطا میخواند که معنای آن را دیگرگون میسازد، چون این شخص شایسته امام شدن را ندارد و نمیتواند که امام شود مگر برای آنکه مثل خودش باشد، مگر برای آن کسانی که به مثل خودش باشند. به خاطر چیز؟ به خاطر آنه که او انسان قادر به ادای رکن نماز نیست، چون سوره فاتحه رکن است. یا اینکه امام کردن فاسق یا بدعتکار، کسی که فاسق است یا که بدعتکار است، صاحب بدعت است، نماز از پشت وی درست نیست اگر فسق و فجور وی آشکار باشد. یا کسی که بدعت‌های کفری انجام می‌دهد، عمل‌های کفری انجام می‌دهد، از پشت این شخص هم نماز درست نمی‌گردد. با دلیل گفته قول الله سبحانه و تعالی در سوره سجده آیه 18 می‌فرماید افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، آیا کسی که مؤمن است مثل کسی که فاسق است برابر هستند؟ هرگز برابر نیستند. و همچنین امام کردن شخصی که نمی‌تواند رکوع و سجده انجام می‌دهد یا که قامت، راست ایستادن یا که نشستن را انجام دادن نمی‌تواند، پس امامتیش برای کسی که قادر راست ایستادن هست و این عملها را انجام می‌دهد جایز نیست، بلکه کسی شایسته است که رکن‌ها را انجام بدهد، مثل قیام، رکوع، سجده و اینها. بارک الله فیکم. این بود مسئله دوم که بر کی امامتی حرام است. یکم بر زن، بر مردان. دوم امامتی شخصی که به وضو هست، چه وضوی خود وضوی بزرگ، در حالی که شخص میدوند یا که مردم میدونند که وای در همه حال گرفتار است، یا اینکه در لباسش نجس باشد، کسی که اصلا سوره فاتحه را خوانده نمیتواند یا که از یاد نمیدوند یا حرفا را نادرست میخواند یا که لفظ قرآن را تغییر میدهد، فاتحه را چنان میخواند که معناش تغییر مییابد، شخص فاسق که فسق آشکار انجام میدهد یا که بدعتکار یا بدعتکاری که بدعت کفری دارد یا که کسی که نمیتواند رکوع و سجده را خوب انجام میدهد. این بود مسئله دوم.